به قدری پدر و مادر نمیرسند. یک شب ای خفتن بچی مجلس مشغول شد که دیتر آمد که مادرش خواب برده است. به خاطر که مادر ما از خواب بیدار نکنم و وظیفه هر روزه ما انجام بتم، ریشی مبارکش ملایم به کفای پاش شد تا که بیدار نشد و گفت ای پروردگارا تو به این مادری من رحم کرد که من بوایه رسون به دنیا آورد، خدمت کرد در حق من، در حقش دعای خیر کرد و رفت خواب رفت. هگاهی وقتی که به نماز آمدن همه شاگرداش حلقه می زدن، از یکدیگر می پرسیدن که امشب کی خواب دید. یک شاگردی بهترینش گفت که ای استاد محترم این شب من ترا در خواب دیدم که تمام ریشت مروارید است، مثل مروارید می درخشه. گفت این خواب تو حقیقت دارد. امشب وقتی که من آمدم مادرم در خواب بود، دیلم نشید که او را بیدار کنم، ریش ما در خاک پای مادرم شکیدم. ببین خاک پای مادر ریش شیخ چطور کرد، در مرجان کرد. خوشا به حال کسی که پدر و مادر خدمت کنه، انشاءالله که وقتی می روه 8 در جنت برای او باز است. برای چی؟ مادر وقتی که فرزند به وایه می رسونه، فرزند صاحب زن و فرزند خانه و در ماشین و پول و مال می شود، اون مادر در اون فرزند گردکجای بیچاره حقوقی خودش نمیدونه. برای چی؟ اون فرزند جاهل است، امر خدا را نمیدونه، از خدا نمیترسه، حقوق پدر و مادرش نمیدونه. انا او پدر و مادر در او فرزند کاره. و الله قسم به خدا های بسیاری خانه ها میرم کمپیرا در پیشم شکایت میکنن ای 5 بچه، ای 6 دختر، ای همین ها شکایت میکنن که اینها را به وایه رسوندم، امروز در پس گهواره کیلن حالم در بوی سیبه گهواره میگیرم.